سلام دوستای قشنگ و مهربونم. من نازنینم و اینجا یه استکان داستانه. باز اومدم با یه داستان قشنگ دیگه. خیلی هم ازتون ممنونم که روی ویدیو من کلیک کردین و اینجایین تا به داستان من گوش بدین. میریم سراغ داستان امروز. توی اتاق نرگس نشسته بودم که صادق رسید. گفت سلام بهار، مادرت چطوره؟ گفتم سلام، خوب که نیست زیاد. اومدم خونه یه چند تا چیز بردارم برم. مزاحم نرگسم شدم. نرگس گفت چه مزاحمی؟ بعدش هم رو کرد به صادق و گفت برو یه سطل ماست از سر کوچه بخر، یکم دم پختک درست کردم با ماست بخوریم. تا اومد بلند شه دستمو گذاشتم رو زانوش و گفتم تو بشین با این شکمه. دلاراست شدم برات خوب نیست. بلند شدم از رو تاقچه یه سفره و 3 تا بشقاب آوردم و قابلمه‌رم از رو اجاق گذاشتم وسط سفره. صادق با سطل ماست رسید و همه نشستیم سر سفره. رو کرد به من و گفت من میخوام فردا صبح نرگس رو ببرم تفریش. 1-2 روزی هم میمونم و بعدش خودم میام. واسه زایمان خونه مادرش باشه بهتره. همونطور که یه کفگیر برنج واسه خودم میریختم گفتم آره بهم گفته بود ایشاله به سلامتی. صادق گفت بهار تو این 2-3 روزه تو بیمارستان بمون. سخته میدونم شبا. نمازخونه ای چیزی داره؟ گفتم آره ولی خب سرده، اونقدر خوب نیست که بشه شبا اونجا بخوابی. اشکال نداره خودم یه کاریش میکنم. ظرفا رو بردم تو حیاط با آب سرد شستم. تمام تنم به لرزه افتاده بود. اومدم تو اتاق و دستمو گرفتم رو بخاری و به طرف نرگس گفتم من دیگه کم کم برم. یه دارو هم هست که باید واسه مامانم بخرم. صادق گفت پول داری؟ گفتم آره. رفتم تو اتاق خودمون و از تو کمد فکستنی یه پالتوی خز مشکی در آوردم پوشیدم، با یه شلوار مارک و کلاه توسی هم ست کردم. ما یکی از اتاقای خونه کاظم رو اجاره کرده بودیم، گرچه 6 ماهی بود که اجاره نداده بودیم. مادرم هم میدونست که کاظم اگه کوتاه اومده چه قصد و غرضی داره. چشش دنبال من بود، ولی مادرم میگفت تا آخرین سلول تنمم ازت محافظت میکنم که نری زیر دست این مرد که هیچش چرون. لباسامو که پوشیدم اومدم دم اتاق نرگس و گفتم قربونت برم اگه ندیدمت از الان خدافظی میکنم، زنگ بزنیا. بلند شد بغلم کرد و گفت باشه خوشگل خانوم. دستمو گذاشتم رو شکمش و گفتم ایشاله یه بچه توپل مپل خوشگل مثل خودت به دنیا میاری. بعد یهو مثل اینکه یه چیزی یادم بیاد دویدم تو اتاقم و از تو کمد یه ژاکت بافت خوشگل برداشتم و به نرگس دادم و گفتم اینو مامانم اول زمستون از تو خونه سرمدی آورده بود. نرگس با خوشحالی ژاکت رو گرفت جلوش و گفت قربونت برم بهار جون، وقتی زایمان کردم میپوشمش. از خونه اومدم بیرون و دم در میثم رو دیدم. با دماغ سرخ شده و دستایی که از سرما چپونده بود تو جیبش گفت بهار اومدی بالاخره؟ گفتم آره 2 ساعته اومدم، حالا دارم میرم بیمارستان دوباره. دماغشو کشید بالا و گفت مادرت بهتره؟ گفتم الحمدلله و پامو تند کردم و رسیدم سر خیابون. نیم ساعت بعد تو بیمارستان بودم. تا رسیدم تو اتاق دیدم یه پسر غریبه بالای سر مادرم نشسته. با تعجب سلام کردم. بلند شد و بهم سلام کرد. مامان با شنیدن صدام چشاشو باز کرد و لبای خشکش به لبخند کمرنگ باز شد. یه صندلی کشیدم جلو و کنارش نشستم. گفت شارژر من آوردی؟ گفتم آره مامان جون. از رو کمدت کنار تخت گوشی مامانمو برداشتم و زدم به شارژ. دوباره نشستم رو صندلی و با حالت سوالی به مادرم نگاه کردم. با یه لبخند رو کرد به اون پسر و گفت هوتن هزینه‌های عملمو میده. به پسر نگاه کردم. با یه لبخند چشاشو نازک کرد. مامان رو به من گفت نرگس اینا رفتن تفریش. گفتم فردا صبح را میافتن. دستشو بلند کرد. با 2 تا دستای یخ زدم، دستشو گرفتم و تو چشاش نگاه کردم. گفت مامان جان من تا مرخص نشدم از بیمارستان دیگه تو اون خونه نریا. گفتم مامان جان من میتونم مراقب خودم باشم. از رو خستگی نفس بیجونی داد بیرون و گفت دخترم من تو رو چشام بزرگ کردم. درست کلفتی خونه مردم رو میکردم و همیشه تهمونده غذا و لباسای اونا رو میآوردم تا شکم تو رو سیر کنم، ولی خوشحالم که تا به حال دست هیچ غریبه‌ای بهت نخورده. این چند وقت هم به هوای نرگس دلم گرم بود. حالا که اون دختر میره نمیخوام شبا اونجا تنها بمونی که اون کاظم بی پدر و مادر بخواد مزاحمت بشه. گفتم باشه مامان جان دیگه شبا توی نمازخونه بیمارستان میخوابم که خیالت راحت باشه، خوبه؟ با دست بیجونش دستامو فشار داد و گفت مامان جان من معلوم نیست چقدر دیگه تو بیمارستان باشم. آخه اینجا که جای موندن نداره، اونم تو این برف و سرما.
من هوتنو از وقتی بچه بوده میشناسم. مثل چشام بهش اعتماد دارم. بذار این مدته که تو بیمارستانم دلم واسه تو آروم باشه. اگم از زیر بار عمل زنده بیرون نیومدم بازم خیالم راحته که سرمو میذارم زمین و میمیرم. گفتم مامان دوباره شروع کردی؟ مگه قرار سالم بیرون نیای؟ پس عمل واسه چیه؟ واسه اینه که خوب بشی. مامان یه نگاهی به هوتن انداخت و گفت خودمونو که نمیخوایم گول بزنیم. پسرم یه وقتی بیا اینجا با کاغذ و قلم چیزایی که گفتم و برام بنویسی. نمیخوام اگه مردم بار کارای گذشتم رو دوشم باشه و اون دنیا باعث عذابم بشه. اگه زنده موندم که خودم همه اون چیزایی که باید و به بهار میگم. ولی اگه مردم بعد 40 وصیت‌نامه‌مو بخون براش. اش تو چشام جمع شد و گفتم مامان اینا چیه که امروز میگی؟ اولا قرار نیست بمیری. بعدش هم تو تمام عمرتو زحمت کشیدی و نون زحمت کشی آوردی تو خونت. منو بدون پدر بزرگ کردی. بار گناهان دیگه چیه؟ تو که آزارت به یه مورچم نرسیده. مامان چشماشو محکم به هم فشار داد و با صدایی که از ته چا می اومد گفت قربون شکل ماهت برم. من چیزایی میدونم که تو نمیدونی. فقط راضی نیستم اگه مردم تو بی سرپناه بمونی. تا وقتی هم که زندم راضی نیستم که هوتن حرفایی که بهش زدم و به هیچ عهدی بگه. گیج شده بودم. چشام خورد تو نگاه هوتن که خیلی آروم نشسته بود و انگار نه انگار. یعنی مادر من چه رازی رو براش گفته بود که نمیخواست تا زنده است من بدونم. همون موقع یه آقای اومد دم در و گفت همراه 218 اگه آب جوش میخواین فلاکستون رو بیارین. از جا پریدم و رفتم از اون آقا آب جوش گرفتم و یه چای نپتون انداختم توش و درشو بستم. یهو یاد نسخه مامان افتادم. گفتم وای من برم داروخونه این نسخه رو بگیرم. هوتن بلند شد و گفت بدید به من بهار خانم. نمیدونم واسه حرفای مامان بود یا لحن خیلی جدی و بدون تعارفش که نسخه رو گرفتم طرفش و گفتم ممنون. هوتن که از اتاق رفت بیرون گفتم مامان نمیخوای بگی این حرفا چیه که میزنی؟ منو پاک ریختی به هم. مریضی تو واسه من کم چیزی نیست که حالا باید از این حرفای تو دلم 1000 را بره. این پسری کیه؟ حداقل به من بگو. یه کاره یه آدم غریبه رو به من نشون میدی میگی میخوای منو بسپاری دستش؟ اونم یه پسر جوون. حداقل بگو کیه؟ مامان گفت دخترم الان هیچی نمیتونم بهت بگم. فقط بهم اعتماد کن. من اگه تو رو بسپارم دست هوتن با خیال راحت میمیرم. بعدش هم میفهمی اون کیه. ولی حالا نمیتونم بهت چیزی بگم. هوتن با پلاستیک داروها اومد تو اتاق و اونو گذاشت رو میز. یه نگاهی بهم کرد و گفت صبر کنی پرستارش بیاد واسه داروها بهتون توضیح بده. لبخندی زدم و زیر لب گفتم چشم. بلند شدم یه چایی از تو فلاکس ریختم و گرفتم جلو هوتن. سرم پر سوال بود ولی به خاطر سلامتی و آرامش مادرم مجبور بودم سکوت کنم و رو مخش نرم. یه نگاه به ساعت گوشیم انداختم. 7 شب شده بود. هوتن چایشو خورد و گفت خاله بهناز من میرم ساعت 10 میام دنبال بهار. مامانم یه لبخندی بهش زد و گفت الهی خیر از زندگی و جوونیت ببینی پسرم. با اینکه نمیتونم هیچ وقت محبتتو جبران کنم ولی همیشه دعات میکنم. هوتن گفت شما به گردن ما خیلی حق دارین خاله. بلند شد و زیر لب به طرف من گفت خداحافظ و از در رفت بیرون. گفتم مامان تو که خواهر نداری. جریان خاله چیه؟ چرا بهت گفت خاله بهناز؟ مامان گفت مطمئن باش که پسر خالت نیست. همینطوری منو خاله صدا میکنه. ولی خب خودت بعداً میفهمی مامان. اینقدر سوال نکن. نفس بلندی دادم بیرون و دیگه هیچی نگفتم. دقیقاً ساعت 10 شب مامان تازه خوابش برده بود که هوتن اومد تو اتاق. با یه صدای شبیه پچ پچ گفت مامانت خوابه؟ گفتم آره. گفت خب بیا بریم. گوشیمو گذاشتم تو کیفم و از جام بلند شدم و یه نگاه به مامانم انداختم و دنبال هوتن را افتادم. وقتی رسیدیم تو محوطه بیمارستان دونه های ریز برف که تازه شروع شده بود خورد به صورتم. لبام به خنده باز شد و گفتم برف گرفته. هوتن دستشو به طرف بالا گرفت و گفت فکر کنم تا صبح بباره با این ابری که امروز تو آسمون بود. قدمامو تند کردم تا از هوتن عقب نیفتم. رسیدیم به پارکینگ سرباز بیمارستان و هوتن رفت به طرف یه ماشین مشکی شاسی بلند. در جلو رو برای من باز کرد و منتظر شد تا سوار بشم. بعدش هم در رو بست و اومد رو صندلی راننده نشست. ماشین رو روشن کرد و گفت خب بریم به طرف خونتون که یه لباسی چیزی که میخوای برداری یا بعد بریم. گفتم فکر نکنم لازم باشه. مگه مادر من چقدر میخواد تو بیمارستان بمونه؟ فوقش 2-3 روز بعد عمل میشه و مرخص میشه.
ابروهاشو داد بالا و گفت به هر حال با این لباسا که نمیتونی بخوابی. باید حداقل واسه چند روز لباس برداری تا بعدش ببینیم چی میشه. هوتن آدرس خونه ما رو تا 2 خیابون و اون کوچه پس کوچه ها بلد بود. به سر کوچمون که رسید گفت همینه کوچتون؟ گفتم آره، صبر کنید من چند دقیقه دیگه میام. اصلا اگه میخواستم نمیشد ماشین تو کوچه ما بیاره. از ماشین پیاده شدم و به طرف خونمون دویدم. در مثل همیشه نیمه باز بود. چراغ اتاق نرگس و صادق روشن بود. یه نگاه تو اتاق میثم انداختم و فهمیدم که تو تاریکی نشسته پای گوشی. رفتم تو اتاقمون و یه چمدونی که مادرم چند وقت پیش برام از یه خونه آورده بود و برداشتم و شروع کردم به انتخاب لباسا. تمام لباسا قشنگ و ترتمیز بود، ولی دست دوم لباسایی که مادرم با ذوق و شوق می آورد و می گفت ببین مامان جون، حتم دارم اینا رو 2 بار نپوشیدن. این آدم پولدارا مثل ما نیستن که یه لباس به تنشون بپوسه. 2 بار که میپوشن دلشونو میزنه و میرن چیزای جدید میخرن. اینطوری منو دلداری میداد، ولی خب من دوست داشتم که مثل بقیه مردم تو فروشگاه هر لباسی که خودم میپسندم و بخرم و بپوشم. آهی کشیدم و یه نگاه به دور اتاق انداختم و یه هوی اتکلان خوشبویی که تهش یه ذره بیشتر نمونده بود و گذاشتم لای لباسام و در چمدونو بستم و اومدم بیرون. دونه های برف درشتر شده بود. چراغ اتاق نرگس و صادقم خاموش شده بود. با قدمای تند از کوچه اومدم بیرون و سوار ماشین هوتن شدم. ماشین گرمای لذت بخشی داشت و من رو صندلی شل شدم. بعد نیم ساعت تو پارکینگ یه ساختمون بزرگ بودیم. چمدونو برداشت و رفتیم به طرف آسانسور. اینجا برام آشنا نبود. مادرم خیلی وقتا واسه خونه کاری یه جاهایی منو دنبال خودش میبرد. البته یه خط قرمزایی هم داشت. مثلا تو خونه هایی که پسر بزرگ داشتن به هیچ عنوان منو نمیبرد. با خودم گفتم احتمالاً اینجام از اون جایی بوده که منو نمی آورده. در آپارتمان رو باز کرد و رفت تو، منم پشت سرش. خونه خیلی بزرگ و مدرن بود، خیلی هم گرم. از همون خونه هایی که توش نه متوجه سرمای زمستون می شدی و نه گرمای تابستون. یه نگاهی به خونه و وسایل لوکسش انداختم. با خودم گفتم حدوداً 2 ساعتی وقت لازمه که اینجا دسته گل بشه، چون اونقدر فجیع نبود. هوتن چمدون منو گذاشت دم یه اتاق و گفت اینجا 2 اتاق داره با حموم و دستشویی. تو توی این اتاق باش، راحته. تختش هم 2 نفر است. یه نگاهی به اتاق انداختم. یه تخت 2 نفره و مبل و پرده‌ای که همه ست زرشکی بود، با فرش کوچیکی که پای تخت انداخته بودن و کاغذ دیواری زرشکی طلایی. هوتن رفت تو آشپزخونه و زیر کتری روشن کرد و گفت بیا بشین که چایی درست بشه. روبروش روی مبل نشستم. پاشو انداخت رو پاشو، یه سیگار از تو جیبش در آورد و با فندک روشن کرد و یه پک بهش زد و دودشو داد تو هوا. یه لحظه از جام بلند شدم و رفتم به طرف اتاق. گفتم ببخشید من در اتاقو میبندم. یه نگاهی به من انداخت و گفت آها ببخشید، نکن از بوی سیگار اذیت میشی. سیگارشو توی جا سیگاری روی میز خاموش کرد و گفت بشین. برگشتم و دوباره سر جام نشستم. گفت ببخشید نباید توی خونه سیگار روشن میکردم. تو چشماش خیره شدم و هنگار که دلم میخواست باهاش سر حرفو باز کنم. گفتم من از بوی سیگار ناراحت نمیشم، من عصبی میشم. با تعجب تو چشام نگاه کرد. گفتم هر بار که میبینم یکی سیگار میکشه یاد بابام میافتم. اون موقع که من بچه بودم شاید 5 روز یه بارم نمیومد خونه، ولی وقتی میومد تنها چیزی که ازش برامون میموند بوی سیگاراش بود و مشت و لگدایی که بدون بهونه تو سر مامانم میزد و منم خب ازش بی نصیب نمیموندم. تا اینکه اون اتفاق براش افتاد و توی یه حادثه از دنیا رفت. من فقط 5-6 سالم بود که بابام مرد. ولی خب بودنشم فرقی به حال ما نمی کرد. چه وقتی بابام بود و چه وقتی مرد ما توی یه اتاق اجاره‌ای بودیم. به خاطر خونه کاریایی که مادرم میرفت یه لقمه نون پیدا می کردیم که بخوریم. هوتم با اون نگاه مهربونش تو چشام خیره شده بود و گفت متاسفم که ناراحتت کردم. میتونم بفهمم چی میگی؟ یعنی خاطرات به خصوص اونایی که از بچگی آدم آزار میده هیچ وقت نمیتونه کم رنگ بشه. مکسی کردم و گفتم یعنی ممکنه شما بتونین مفهوم خاطرات بد رو درک کنین؟ آهی کشید و گفت خاطرات بد من شبیه خاطرات تو نیست. ولی خب منم شاید 5-6 سالم بود که فهمیدم پدرم پدر واقعیم نیست و در واقع عمومه. گفتم خب چرا نمیدونستین؟ یعنی مادرتون با عموتون ازدواج کرده بود اونم بعد مرگ پدرتون؟ گفت آره، ولی نه به این راحتیا. مادر من درست 32 سال پیش عاشق پدرم میشه.
بابام میره خواستگاری و با مخالفت پدر بزرگم مواجه میشه. این رفت و اومدا ادامه داشته و تو همین حین مادر من که با پدرم قول و قرار ازدواج گذاشته بوده و مخفیانه همو میدیدن باردار میشه. اون موقع بوده که بابام با گریه و زاری میره و به پدر بزرگم التماس میکنه که با ازدواجشون موافقت کنه. خب واسه اونا تو اون فرهنگ خیلی سخت بوده پذیرش همچین چیزی، ولی از بخت بد مادر من همون موقعی که مادرم منو 2 ماه حامله بوده و هنوز هیچ کس از این ماجرا خبردار نشده بوده، پدرم توی یه تصادف از دنیا میره. مادر من میمونه با یه بچه تو شکمش که به دید آدمای اون موقع نامشروع حساب میشده. یه مدت میگذره و کم کم داشته وضعیتش طوری میشده که همه مشکوک شده بودن بهش. اونم با گریه و زاری میره پیش پدر بزرگم، یعنی پدرم، و ازش کمک میخواد. خب چون پدر بزرگم از اول مادر منو دوست داشته و میخواسته که اون عروسش بشه، از یه طرف میبینه بچه‌ای که یادگار پسر مرحومشه تو شکم مادر منه، از عموم میخواد که مادر منو عقد کنه. عموی من عاشق یه دختر دیگه بوده و به اجبار تن به این ازدواج میده. واسه همینم هیچ وقت مادر منو دوست نداشت. همیشه میدیدم که مادرم از سر ناچاری و به خاطر من و 2 خواهری که از عموم داشت این زندگی رو تحمل میکرد. وقتی 5 سالم بود وسط دعواهای پدر و مادرم این ماجرا رو شنیدم. از وقتی من متوجه شدم که عموم پدر واقعیم نیست، عمومم دیگه چیزی واسه پنهون کردن نداشت و علنا به مادرم سرکوف میزد. اون همیشه خودش قربانی این زندگی میدونست. زیر لب گفتم پس واسه همینه که شما با اونا زندگی نمی کنین؟ از سوال مسخره من خنده رو لباش نشست و گفت خب توی این سن و سالی که من دارم دیگه تنها زندگی کردن طبیعیه، ولی من از وقتی 18 سالم شد و دانشگاه قبول شدم از خونه زدم بیرون و مستقل شدم. پدر بزرگم ارث پدر منو تمام و کمال داده بود و اونا یه جا رسیده بود به من. اون موقع ها مشکل مالی نداشتم، بعدشم که خودم مشغول کار شدم و به درآمد رسیدم. گفتم مادر منو از کجا میشناسی؟ گفت اونو به وقتش میگم. دیدی که مادرت چی گفت؟ الان هیچی نمیتونم بهت بگم. آهی کشیدم و گفتم فکر کنم کتریتون سوخت. هوتن از جا پرید و دوید به طرف آشپزخونه. زیر کتری خاموش کرد و گفت خوشبختانه زود به دادش رسیدیم. بلند شدم و رفتم پشت پنجره و به دونه های برفی که تو نور چراغای خیابون مثل پنبه برق میزدن خیره شدم. یهو حضور هوتن و پشت سرم حس کردم که اونم به تاریکی و سکوت شب خیره شده بود. گفت تو باید 20 سالت باشه. گفتم آره. لبخندی زد و گفت وقتی من 12 سالم بود تو به دنیا اومدی. با التماس گفتم چه جوری یادته؟ تو کی هستی؟ انگشتشو گذاشت رو دماغم و با یه حالت بچگونه گفت من که نمیتونم جواب این سوالاتو بدم. پس دختر خوبی باش و برو لباساتو عوض کن و بخواب. راستی من فردا صبح میرم شرکت طرفای 8 صبح. گفتم خب منم باید یه سر برم بیمارستان پیش مادرم حداقل تا شب. گفت نه صبر کن بعد از ظهر میام با هم بریم. صبح ساعت 8 از خواب بیدار شدم و دیدم هوتن نیست. تلفنمو برداشتم و زنگ زدم به مامان. گفت که نرگس و صادق قبل از رفتن به تفریح اومدن دیدنش. لبخندی رو لبام نشست. رفتم سر یخچال و دیدم که خالیه. حتی هیچی واسه صبحونه نبود. کتری دیشبی رو شستم و یه چایی گذاشتم که حداقل با چند تا بیسکویتی که رو میز بود بخورم. اینجا واقعا خونه مجردی بود. یه دستمال برداشتم و افتادم به جون خونه. مرتب می‌کردم و دستمال می‌کشیدم و می‌شستم و برق می‌انداختم. بعد نیم ساعت گوشیم زنگ خورد. دیدم هوتنه. گفت سلام. تازه یادم افتاد که هیچی تو خونه برای خوردن نیست. تلفن نگهبان پایینو یادداشت کن و بهش زنگ بزن که اگه چیزی خاصی برات بخره بیاره. از خوشحالی خنده صداداری کردم و گفتم یعنی اگه یه چیزایی هم بخره میتونم ناهار درست کنم؟ گفت دمت گرم، یعنی ناهارم بلدی درست کنی؟ چی میخوای درست کنی حالا؟ گفتم حالا اونو هنوز فکر نکردم. خندم گرفته بود که هوتن از این که من بلد باشم ناهار درست کنم اینقدر هیجان زده شده. من که از بچگی همراه مامانم تو خونه های عیونی کار میکردم و غذاهایی بلد شده بودم درست کنم که هیچ جا نمیشد پیدا کرد. خب در عوض دخترایی که تو خانواده های اینا بزرگ میشدن درس میخوندن و باشگاه میرفتن و کلاس نقاشی و آواز و سفرهای خارج از کشور. در عوض من به شور و به ساب و به پز و خوب یاد گرفته بودم. زنگ زدم به نگهبان و یه لیست بلند بالا بهش دادم تا خرید کنه و بیاره. یه سری به اتاق هوتن زدم و شروع کردم به مرتب کردن اونجا. خونش با اینکه مجردی بود ولی خیلی فجیع نبود. یا خودش آدم منظمیه یا یه نفر میاد اینجا رو تمیز میکنه. شایدم دوست دختری نامزدی چیزی داره.
ولی دیشب که کلی در مورد زندگیش گفت در مورد این چیزا حرفی نزد. خب مگه دلیل داره که بخواد مسائل خصوصی زندگیشو واسه من بگه؟ وای اینا چیه که من فکر میکنم؟ مثلا ولش کن. زنگ خونه به صدا در اومده و نگهبان با چند تا کیسه خرید پشت در بود. اگه دیشب هوتن در مورد مسائل زندگی خودش و مادرش اون همه درد و دل نکرده بود، من الان فکر میکردم که اینا کوچکترین مشکلی تو زندگی هاشون ندارن و آب تو دلشون تکون نمیخوره. رفتم تو آشپزخونه و سبزیایی که سفارش داده بودم و ریختم تو ماهیتابه تا سرخ بشه و پیاز و گوشت و لوبیا و برنج خیس کردم و بعد 2 ساعت یه قرمه سبزی درباری به سبک مامان بهنازم بار گذاشتم. طرفای 2 بعد از ظهر بود که هوتن رسید. فهمیده بودم که صبح زود میره و 2 برمیگرده. یه لحظه مات به من نگاه کرد و عین پسر بچه‌ها دور تا دور خونه چرخید و گفت دختر تو محشری، همه جا رو برق انداختی. بوی قرمه سبزی هم که همه ساختمون رو گرفته. میزو چیدم و هوتن اونقدر ذوق زده شده بود که تو دلم نفس راحتی کشیدم. حداقل تونسته بودم یه کاری بکنم که خوشحال بشه. بعدش هم در یخچالو باز کردم و خریدایی که توش چیده بودم و نشونش دادم. گفت خب پس از این به بعد قراره بهار خانم بهمون صبحونه هم بده. چی از این بهتر؟ گفتم وقتی مامانم مرخص شد و رفتم خونه خودمون، هر بار میام خونه‌تو تمیز میکنم. تنها کاری که میتونم برای جبران محبتت بکنم همینه. یه جور خیلی مهربونی تو چشام نگاه کرد و آروم بازومو فشار داد و گفت تو نمیخواد به فکر جبران باشی. ما به خاله بهناز خیلی بیشتر از این حرفا مدیونیم. آماده شدم و با هم رفتیم بیمارستان. اولین بار بود که نصف روز بود ندیده بودمش. نشستم کنار تختش و صورتش رو طولانی بوسیدم. حالش بهتر که نبود، بدترم شده بود. دکترش گفته بود که فردا صبح باید عمل بشه. مامان یه نگاهی به هوتن انداخت و گفت پسرم کاغذ آوردی که وصیت‌نامه‌مو بنویسی؟ هوتن کنارش نشست و مامان بهم گفت یه ساعتی برو بیرون تا من حرفامو بزنم. بلند شدم و با دلخوری از اتاق رفتم بیرون. رفتم تو اتاقای مختلف و با مریضا و همراهاشون حرف زدم. از بس این چند وقته تو بیمارستان بودیم دیگه بیشتر آدمای اینجا رو میشناختم. یه ساعتی گذشت و اومدم تو اتاق. با صحنه‌ای مواجه شدم که تقریباً شوکه شدم. هوتن کنار مامان نشسته بود و دستاشو گرفته بود و هر دوتاشون داشتن گریه میکردن. تا منو دیدن هوتن بلند شد و دست مامانو بوسید و یه نگاه به چشایی پر از اشک به من انداخت و گفت من میرم ساعت 10 میام دنبالت. با بغض نگاش کردم و هوتن رفت. کنار مامان نشستم و اشکاشو پاک کردم و گفتم مامان میدونی چقدر گریه برات بده؟ یا آب میوه براش باز کردم و گذاشتم دم دهنش. اگه سن و سال هوتن کمتر بود فکر میکردم نکنه این پسر مامان بوده که بعد این همه سال پیداش کرده. از فکر خودم خندم گرفت و تصمیم گرفتم بعد از این که مامان حالش خوب شد تا توی قضیه رو چیزی که دارن از من پنهان میکنن و از زیر زبونش بکشم. ساعت 10 هوتن اومد و بعد از اینکه یه خوشوبشی با مامان کرد با هم رفتیم به طرف خونه. یه چایی درست کردم و اومدم نشستم. هوتن یه سیگار در آورد و یه لبخندی به من زد و گذاشت تو جعبه‌ش و انداختش تو سطل آشغال. گفت تو دانشگاه که نرفتی؟ گفتم نه ولی دیپلم حسابداری گرفتم. دوست داشتم برم سر یه کار خوب ولی خب کار مامانم یه طوری بود که خیلی درگیرش بودم و این ور اون ور میرفتم کمکش. هیچ وقت فرصت نشد که دنبال یه کار درست درمون بگردم. البته با دیپلمم کار خوبی به آدم نمیدن. هوتن گفت چرا نمیدن؟ اتفاقا من توی شرکتم کلی کار دارم برات. مامانت که حالش بهتر شد میبرمت اونجا و بهت میگم چی کارا میتونی بکنی. رفتم لباسامو عوض کردم و رو تختم دراز کشیدم. نمیدونم چرا از این که بعد از خوب شدن مادرمم قراره بازم هوتن رو ببینم اینقدر خوشحال شده بودم. نمیدونم شایدم تا حالا آدمی مثل هوتن رو تو زندگیم ندیده بودم. تا به حال با یه مرد توی یه خونه تنها نشده بودم که اینقدر در کنارش احساس امنیت بکنم. از خستگی نفهمیدم کی خوابم برد. صبح زود از جا پریدم و رفتم تو آشپزخونه و شروع کردم به درست کردن صبحونه. از سر و صداهای من هوتنم از خواب بیدار شده اومد تا آشپزخونه. با موهای ژولیده که یه دستش افتاده بود رو پیشونیش خیلی با نمک شده بود. گفتم میخوام یه صبحونه بخوری و بری سر کار. گفت صبحونه که میخورم ولی امروز نمیرم سر کار. یادت که نرفته مامانت امروز عمل داره. ته دلم خالی شد با اینکه این بار تنها نبودم و هوتن کنارم بود. مامان بیچاره من اونقدر تو خونه های مردم کار کرده بود که حالا سر 40 سالگی اینجوری با مریضی دست و پنجه نرم میکرد. بغضم و قورت دادم و بعد خوردن صبحونه همراه هوتن رفتیم بیمارستان.
رضایتنامه امضا کردیم و مامانو بردن اتاق عمل. من تمام وجودم پر استرس بود، ولی مامان انگار خیلی آرامش داشت. هیچ وقت اینقدر آروم و بی دغدغه ندیده بودمش. با هوتن پشت در اتاق عمل نشسته بودیم. هوتن چنگ مینداخت تو موهاشو، بعضی وقتا بلند میشد یکم راه میرفت و میومد و معلوم بود چقدر آشفته است. بالاخره دکتر اومد بیرون و من و هوتن دویدیم به طرفش. ماسکشو برداشت و گفت متاسفم، ما خیلی تلاش خودمونو کردیم. انگار تمام دنیا روی سرم خراب شد. زانوام شروع کرد به لرزیدن و هوتن بازوهامو گرفت و بغلم کرد. من دیگه تو این دنیا هیچ کسا نداشتم. نمیدونم چقدر زمان گذشت که چشامو باز کردم و خودمو رو تخت بیمارستان دیدم. سرم بهم وصل کرده بودن و هوتن بالای سرم نشسته بود. با یادآوری اتفاقاتی که افتاده تا شب چند بار از هوش رفتم. با مرگ مادرم سر و کله فامیلا و آشنایی که سال تا به ما سراغی از ما نمی گرفتن پیدا شد. روز بعدش مراسم خاک سپاری بود. هوتن کمر منو گرفته بود و من که دیگه نای گریه کردن نداشتم بی صدا دنبالش میرفتم. ابر همه آسمونو گرفته بود و موقعی که مادرمو به خاک سپردن دونه های برف شروع کرد به باریدن. اونجا بود که مادر و خواهر هوتن رو دیدم. در عین این که بهم تسلیت میگفتن خیلی سوالی نگاه میکردن که هوتن اینجا چی کار میکنه و چرا اینقدر دور و بر منه. مراسم تموم شد و هوتن منو برد خونه. برام لباس سیاه خریده بود و خودش هم سیاه پوشیده بود. هوتن همش توی خونه بود و تلفنی کاراشو میکرد و مرتب پای لپتاپ بود. منم چندین ساعت میخوابیدم و بلند میشدم سر عادت همیشگی یه چیزی میپختم برای خوردن. گرچه خودم هیچی از گلوم پایین نمیرفت. روزها پشت سر هم میگذشت و به مراسم 40 مادرم نزدیک میشدیم. یکم حالم بهتر شده بود و هوتنم میرفت شرکت و میومد. بیشتر وقتا توی خونه بود. ولی یه روز صبح وقتی هوتن از خونه رفت بیرون دیدم یکی در آپارتمانو میزنه. از چشمی نگاه کردم و قیافه مادر هوتن رو شناختم. در رو باز کردم. احساس کردم که به احترام من لباسای تیره تر پوشیده. خیلی مهربون و خونگرم بود. بغلش کردم و تعارف کردم که بیاد تو. همه چیز مرتب بود و من ناهار بار گذاشته بودم. یه نگاهی به دور و بر خونه انداخت و گفت بهار جان، هوتن بهم گفته بود که شما با هم ازدواج کردین، ولی چرا اینقدر بی سر و صدا؟ از شنیدن این حرف انگار یه سطل آب یخ ریختن رو سرم. ولی هیچی نگفتم تا سوتی ندم. خب فهمیدم که هوتن برای اینکه مادرش بهش گیر نده این جواب بهش داده. براش چای و میوه آوردم و روبروش نشستم. همونطور توی صورت من میخ شده بود. گفت تو شباهت عجیبی به مادر خدا بیامرز من داری. لبخند تلخی زدم و گفتم چه جالب، چه اتفاقی. گفت ولی این نمیتونه اتفاق باشه. از وقتی سر خاک دیدمت متوجه شدم که چقدر شبیه مادرمی و الان دیگه دارم گیج میشم. یعنی چطور ممکنه این همه شباهت؟ اون چشا، موها، صورتت، حتی قد و هیکلت کپی اونه. بعد چند دقیقه خدافزی کرد و رفت و منو با یه علامت سوال بزرگ تنها گذاشت. هوتن ظهر که اومد خونه بهش جریان مادرش رو گفتم. این که میگفت من شبیه مادرشونم و این که میگفت ما چرا بی سر و صدا ازدواج کردیم. هوتن یهو گفت نکنه بهش گفتی که ازدواج نکردیم. گفتم نه من چیزی نگفتم، ولی تو چرا این حرفو بهشون زدی؟ نفس بلندی داد بیرون و گفت قربونت برم، ترسیدم که لو داده باشیم. آخه مادرم اون روز که سر خاک ما رو با هم دید گیر داده بود که تو چه نسبتی با این دختر پیدا کردی. منم گفتم با هم ازدواج کردیم تا دست از سرم برداره. نیشخندی زدم و گفتم آخه این چه حرفی بوده زدی؟ حالا چطوری میخوایی همچین دروغی رو جمع و جور کنی؟ نکنه بعدش میخوایی بگی از هم جدا شدیم؟ هوتن گفت بعد چی؟ گفتم خب بالاخره من که تا ابد نمیتونم تو خونه تو بمونم. آخرش باید برم. هوتن یه نگاهی تو چشام انداخت و گفت خب اگه واقعا با هم ازدواج کنیم که میتونی بمونی؟ خنده‌ای کردم و گفتم نه این امکان نداره. میدونم داری به وصیت مادرم عمل میکنی و از من حمایت میکنی، ولی دلیل نداره که زندگی خودتو به خاطر من خراب کنی. آخه من و تو چه بچه مشترکی داریم؟ من دختر یتیم کلفت خونه های شماها بودم. هوتن دستامو گرفت و گفت فراموش نکن که منم یه بچه یتیمم. من اوضاعم بهتر از تو نیست، فقط یه ذره پول بیشتری دارم که اونم برام مهم نیست، ولی بازم بیشتر رو پیشنهادم فکر کن. این مدته که تو اینجایی هر روز ترس اینو دارم که نکنه بخوای از پیشم بری. آهی کشیدم و هیچی نگفتم. چقدر این حس مشترک بود.
چقدر منم از روزی که بخوام هوتن رو بذارم و برم دنبال زندگی میترسیدم. بالاخره 40 مادرم شد و ما توی مسجد محلمون یه مراسم کوچیک براش گرفتیم. توی این چند روزه که هوتن در مورد ازدواج با من حرف زده بود بیشتر بهم محبت میکرد و هر موقع با هم میرفتیم بیرون دستمو صف میگرفت و گاهی هم قبل از خواب یه بوسه روی پیشونیم میزد. بالاخره روزی که باید وصیت مادرمو به خونه رسید. گفت باید همه فامیل مادریشو جمع کنه و در حضور اونا وصیت‌نامه رو بخونه. اونم توی خونه خالش. عجیب بود، اینا همش سفارشای مادرم بود. بالاخره اون شب رسید و هوتن پدر و مادر و خواهرای خودش رو دعوت کرد تو خونه خاله و وقتی ما وارد شدیم هوتن بهم سفارش کرد که واسه اینکه حرف و نقلی نباشه به همه میگیم که ما ازدواج کردیم. هوتن کمر منو گرفته بود و با هم وارد خونه شدیم. ولی بازم این چیزی از دلشوره من کم نمی کرد. فهمیده بودم خونه خاله و مادر هوتن جایی بوده که سالها مادرم کار میکرده ولی هیچ وقت منو اونجا نبرده بوده. خاله هوتن 5 تا دختر داشت که فقط 3 تاشون ایران بودن و اونجا اومده بودن. همه بدون استثنا از این که من شبیه مادر بزرگشونم ابراز تعجب میکردن. هوتن یه پاکت از تو کیفش در آورد و بعد از اینکه خوب همه اختلاطاشونو کردن گفت که باید وصیت بهنازو بخونم. همه با تعجب نگاه میکردن که مثلا یه کلفت مگه چه وصیتی داره که توی این جمع باید خونده بشه. اون وصیت‌نامه چیزی بود که به کل سرنوشت منو تغییر داد. مادرم تعریف کرده بود که سالها پیش که تازه ازدواج کرده بوده و تو خونه سرمدیا کار میکرده همزمان با خانم خونه باردار میشه. فرنگیز خانم 5 تا دختر زاییده بوده و این بچه 6مش بوده که باردار بوده و همیشه نگران بوده که نکنه این یک کم دختر باشه. اون وقت آقای سرمدی به فکر گرفتن یه زنی بیفته که براش پسر بیاره. 2 ماه آخر بارداری دیگه بهناز نمیره سر کار و شکمش سنگین شده بوده. ولی برای چکاپ رایگان پیش دکتر فرنگیز خانم میرفته. چند روز قبل از اینکه فرنگیز بچه دار بشه بچه بهناز به دنیا میاد. یه پسر کوچولو و ضعیف که اونو تو دستگاه نگه میدارن و بهنازم توی بیمارستان پیش بچهش بوده. تا اینکه چند روز بعدش فرنگیز خانم بچه دار میشه. دکتر میگه بچهش مرده به دنیا اومده. هنوز فرنگیز به هوش نیامده بوده که بهناز به دکتر میگه تو رو خدا پسر منو بدید برای فرنگیز. من نمیتونم حتی برای این بچه لباس بخرم. با اصرارا و گریه های بهناز دکتر دلش به رحم میاد و پسر کوچولوی بهنازو به فرنگیز نشون میده و میگه این بچه شماست. اونام که جشن میگیرن از اینکه بالاخره پسردار شدن و بچه رو بر میدارن و میرن. بعد چند ساعت دکتر با بهناز تماس میگیره و میگه سریع خودتو برسون بیمارستان. دکتر از شدت عصبانیت در حال انفجار بوده و از اینکه بهناز اونو به یه همچین کاری تشویق کرده بوده تا میتونسته سر بهناز داد میکشه و میگه تو لحظه‌ای که پرستارا میخواستن اون دختر مرده رو ببرن سردخونه میبینن که بدنش گرمه و احیاش میکنن و الان اون بچه زنده است و تحت مراقبته. بهناز مجبور میشه واسه اینکه هیچ کس از این کاری که کرده بوده بوی نبره بچه رو ببره خونه و شوهرش بعد 15 روز سر و کلش پیدا میشه و اسم بچه رو میذارن بهار. بعد چند ماه دوباره بهناز شروع میکنه میره خونه سرمدیا، ولی از ترس شباهتی که این دختر به خانواده فرنگیز داشته هیچ وقت اونو نشون اونا نمیده. بچه رو تو فقر و بدبختی بزرگ میکنه و پسرش هم که به دلیل سوء تغذیه‌های دوران بارداری دچار نارسایی کلیه بوده از دنیا میره. در آخر مادرم گفته بود که حالا من موندم و بار گناهانی که در حق این دختر کردم و باعث شدم که یه عمر تو فقر و بدبختی زندگی کنه. فقط میخوام که همتون به خصوص بهار منو ببخشین و اینو بدونین که من بیشتر از جونم بهار رو دوست داشتم و به امید اون زندگی میکردم. با خوندن وصیت‌نامه ولوله‌ای توی اون جمع به وجود اومد و فرنگیز از هوش رفت. حالا همه فهمیده بودن که دلیل شباهت عجیب من و مادر فرنگیز یعنی مادر بزرگ خودم واسه چی بوده. شوهر فرنگیز که همون پدرم میشد وقتی موضوع فهمید خیلی گریه کرد که شاید تعصب زیاد اون روی پسردار شدن باعث این همه ماجرا شده بوده. دیگه پدرم اجازه نداد که من از اون خونه برم. یه اتاق برام درست کردن و من اونجا نگه داشتن. هوتنم که خودشو شوهر من جا زده بود اونجا موند. اولین شبی که ما مجبور شدیم به خاطر اینکه کسی شک نکنه با هم توی یه اتاق بخوابیم، هوتن ازم قول گرفت که صبح اول وقت بریم محضر رو عقد کنیم که دیگه حرفی واسه کسی نمونه. به خصوص پدرم که میگفت اگه بفهمه ما با هم عقد نیستیم و زندگی میکنیم قوقایی به پا میکنه.
ما فردای اون روز با گواهی فوت بهناز به محضر رفتیم و بی سر و صدا با هم عقد کردیم. بعد از گذشت چند ماه که با هوتن توی خونه پدریم زندگی می کردیم یه جشن کوچیکی گرفتیم و رفتیم توی همون آپارتمانی که من برای اولین بار اونجا قدم گذاشته بودم و از حمایت و عشق هوتن سیراب شده بودم. اونجا ما زندگیمونو با هم دیگه شروع کردیم. دوستای قشنگ و مهربونم، اینم از داستان خیلی پرماجرا و عاشقانه امروز. امیدوارم که از اون خوشتون اومده باشه و نظرات خودتون رو توی کامنت ها برای من بنویسین که خیلی دوست دارم اونا رو بخونم. خیلی دوستتون دارم و تا یه شب دیگه و یه داستان قشنگ دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار، دلای قشنگتون باشه.